دوستان خدا قوت، من سریع بگم که زیر 1 دقیقه بشه. ما یک کندوی گرد سنتی طراحی کردیم واسه یکی از دوستان که ظاهر مستطیله ولی داخل استوانه و گرده. این دریچه پشت کندو است و دریچه برداشت عسل، سوراخ تهویه که دریچه توسط 2 چفت آزاد شده. این داخل کندوی ما هست که عین کندوهای سنتی گرد و با اون کاردک مخصوص موم خودباف و از اون ته تراشیم و به سمت عقب میایم. یه لحظه استاپ میکنم که جلوی کندو و دریچه پرواز هم نشون بدم. یه چیز دیگه هم بگم که بین این جداره استوانه‌ای و مستطیل ما عایق کار شده و به هیچ عنوان پرت دمایی نداریم. این هم ظاهر جلوی کندو و دریچه پرواز و سکوی پرواز که دریچه ضد غارت نصب شده که میتونین به اندازه های دلخواه تنظیم کنین. پاینده باشید، به خدا میسپارم.